سلام به کانال عمو کمال خوش اومدید. حالا بریم با هم جوک‌های خنده‌دار عمو کمال قسمت 4 رو بشنویم. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. یارو به حیفنون پیام میده. میگه یه چند پول داری بهم قرض بدی؟ حیفنون میگه سلام پیامت نرسید. معلم به غضنفر گفت باباتو بیار مدرسه. غضنفر باباشو میبره مدرسه. معلم بهش میگه پسرتون اصلا درس نمیخونه. بابای غضنفر میگه خدا رو شکر از دیشب خوابم نبرد. فکر کردم پول میخواستید. بچیه یه آقای خسیس نمره 20 میگیره. باباش میزنه تو گوشش بهش میگه تو که با نمره 10 هم قبول میشدی. غلط کردی. این همه خودکار مصرف کردی. غضنفر گاوداری میزنه. مأمور بهداشت میاد میگه به گاوات چی میدی؟ میگه آتو آشغال. مأمور کلی جریمش میکنه. سال بعدم میاد میگه به گاوات چی میدی؟ میگه جوجه کباب و پیتزا. بازم جریمش میکنه. سال بعدم دوباره مأمور بهداشت میاد میگه به گاوات چی میدی؟ غضنفر میگه والا هر روز صبح بهشون 1000 تومن میدم. میگم هر چی دوست دارن بخرن بخورن. روزی پیرمردی به پسران خود یک چوب داد و گفت بشکنید. شکستند. 3 چوب داد شکستند. 10 چوب داد شکستند. دست بیل داد شکستند. تیر آهن 18 داد شکستند. پیرمرد گفت احمقا مسخره بازی در نیارین. میخوام نصیحتتون کنم.